پارک ایران در مارون الرأس جنوب لبنان. سامان و امکانات این پارک در لبنان بی‌نظیر است. درست بر لب مرز اسرائیل قرار دارد و از جمله امکانات تفریحی این پارک تماشای اسرائیل از نزدیک است. حتی رفت و آمدهای ارتش اسرائیل رو هم از اینجا میتوان دید. این پارک را 2.5 سال پیش محمود احمدی نژاد افتتاح کرد. تنها رئیس جمهور ایران که تصویرش در این پارک نقش بسته. این پارک اما کوچکترین رد پای ایران در بازسازی لبنان جنگ زده است. اینجا ضاحیه حومه شیعه نشین جنوب بیروت است. کمتر از 7 سال پیش ضاحیه در چنین حال و روزی بود. اما اکنون نه در ضاحیه و نه هیچ کجای دیگر لبنان ویرانه‌ای از جنگ 7 سال پیش نمانده. حاصل تلاش ایران. نحن مر علينا كثير حروب بلبنان. جنگ‌های زیادی تو لبنان از سر ما گذشت و کسی هم از ما حمایت نکرد. دولت ما برامون هیچ کاری نکرد. این همه مردم بی خانمان و آواره کشورهای دیگه شدن. اما خدا رو شکر وضعیت ما از قبل بهتر شده. به خونه هامون برگشتیم. این خونه ها و خیابون های جدید از قبلی ها خیلی بهتره. چیزهایی داریم که قبلا نمیتونستیم داشته باشیم. اینها همه از کمک ایرانه، کمک مادی و کمک معنوی. فقط ایران پشت سر ما ایستاد. اگه کمک ایران نبود، ما هنوز از این خونه به اون خونه آواره و اجاره نشین بودیم. ایران حتی اجاره خونه ما رو هم میداد و لوازم زندگی ما رو مهیا میکرد. ایران کوشیده فعالیت خود را به مناطق شیعه نشین محدود نکند. اینجا تنورین است، در کوهستان‌های شمال لبنان، با گواراترین آب در سراسر کشور. این منطقه 100% مسیحی نشین است. ایران می‌خواهد اینجا سد بسازد، اما سیاستمداران مسیحی مخالف ایران اهالی محل را علیه این اقدام برانگیختند. لازم اول شيء اول باید بهتون بگم که ما ضد ایرانی نیستیم. برعکس بیشترین احترام را به ایران به عنوان یک امپراتوری و تمدن میذاریم که تأثیر زیادی بر تمدن و فرهنگ و زبان عربی ما گذاشته. مشکل ما با کشور ایران نیست، بلکه با اونهایی که در ایران سعی میکنن در لبنان دخالت کنن و کل کشور رو تو دستشون بگیرن. ما فکر میکنیم که در آینده چنین خواهد شد. ایرانی‌ها خیلی خوش اومدن. ما ضد ایرانی‌ها نیستیم، اما ما ضد اونهاییم که میخوان بیان بافت جمعیتی اینجا رو به هم بریزن. مردم اینجا همه یک دست هستن، ولی اونا میخوان بیان ما رو مستعمره کنن و اینجا رو بخرن و توش ساکن بشن و تعدادشون زیاد بشه تا اینکه 10 سال دیگه بشن اکثریت اینجا. به خصوص که پشت این منطقه بلبک و دره بقا هستش که میدونیم مردمش چه کسانی هستن. ما میخوایم هویت منطقه خودمون رو که کوهستان مارونی هاست حفظ کنیم. ایران میخواد این کوههای استراتژیک رو تو دستش بگیره تا به دریای مدیترانه مسلط بشه. دریا هم از اینجا فقط 20 کیلومتره. بیان سلاحاشون رو که هزاران کیلومتر برد داره بذارن اینجا. اسلحتون بطال الاف الکیلومترات. اما بیشترین نمود حضور ایران در لبنان حزب الله است، جریان شیعی که پشتیبانی ایران از آن نیروی نظامی ساخت که در ایستادگی در برابر اسرائیل از همه ارتش‌های عربی موفق‌تر عمل کرد. یعنی هذا نحن مفخرة لنا ان نقوم بكل ما. این مایه افتخار ماست که با همه اون چی که از دستمون برمیاد در خدمت مردم، ارتش، دولت و مقاومت لبنان باشیم. برای رویارویی با ستمگران و اشغالگران. میدونید که در تمام برگه‌های رسمی سفارتخانه‌های ایران نوشته به امید پیروزی مظلومان و مستضعفان بر مستکبران. مظلومین و المستضعفین علی المستکبرین. در عمر جمهوری اسلامی تغییر دولت‌ها و فراز و فرود جناح‌ها در ایران هیچگاه در سیاست پشتیبانی از شیعیان لبنان و کیفیت آن تغییری پدید نیاورده و این یعنی سکان سیاست ایران در لبنان در دست‌های فراتر از آنی است که نامش از صندوق‌های انتخاباتی بیرون می‌آید. مهرداد فرهمند، بیروت.